دیروز دو دیدگاه رو در رابطه با اجماع عرض کردیم. اجماع از دیدگاه عامه، دیگری امامیه. منتها فرقی که بین این دو مذهب وجود داره این بود که اهل سنت دیدگاه رو اجماع رو یک دلیل مستقل میدونن، اما امامیه اجماع رو از باب کاشفیت از رضایت و نظر معصوم. منتها عرض کردیم دیروز در رابطه با این که چگونه اجماع کاشف از رأی و نظر معصوم می بوده باشد، بین علمای امامیه اقوال مختلف است. به تعبیر دیگر به چه طریقی ما از اجماع میرسیم به نظر معصوم؟ اینجا طرق مختلفی است. اولین طریق رو انشاءالله امروز شروع میکنیم، طریق حسه. طریق حس. اسم دیگر این طریق هست اجماع تضمنی. نام دیگر این اجماع هست اجماع دخولی. پس سه تا اسم برای این طریق میگم: طریق حسی، طریق تضمنی، یا بفرمایید طریق دخولی. توضیح مطلب: طریق حسی به این معناست که شخص مجتهد برای استنباط حکم شرعی در صورتی که دلیلی از کتاب یا سنت نیافته است به سراغ اجماع می رود و اجماع را به دست می آورد که تمام علما نسبت به فلان موضوع اتفاق الکل دارن، حتی یک مخالف هم وجود ندارد. در این فرض شخص مجتهد علم پیدا می کند که امام علیه السلام در ضمن مجمعین است و داخل در میان مجمعین است، هرچند به طور مشخص و معین نداند که کدام یک از آنان امام معصوم علیه السلام است. بله؟ دقت بفرمایید. یک موضوعی مستحدث شده، فقیه میخواد حکم این موضوع جدید رو به دست بیاره. به کتاب مراجعه کرد، آیه خاصی پیدا نکرد. به سنت مراجعه کرد، روایت خاصی پیدا نکرد. اما دید در رابطه با این موضوع همه علما بالاتفاق یک نظر دارن، یعنی حتی یک مخالف هم وجود نداره. میگه از این اتفاق الکل که حتی یک مخالف هم وجود ندارد، میگه احساس میکند که پس نظر امامم همینه، یا به تعبیر دیگر امامم داخل در مجمعین است، یا بفرمایید امامم نظرش در ضمن همین نظر
مجمعین می بوده باشد. ارائه فرمودید این را میگن اجماع حسی، یعنی طرف حس میکند که امام نظری غیر از این نظر مجمعین نداشته. چرا؟ چون اگر نظرش غیر این بود لبینه، اون مخالفت خودش رو به یک نحوی میرسونده. اما از این که میبینیم بالاتفاق نظرشون اینه، پس معلومه که نظر امام هم همین باشه. یادداشت بفرمایید. برخی از ویژگی های طریق حس، چون با گفتن این ویژگی ها این طریق با طریق های دیگر جدا می شود. یک، منحصر بودن این روش به عصر حضور معصوم علیه السلام است. دو، در میان اجماع کنندگان باید افراد ناشناس باشند و الا اگر همه مجمعین شناخته شده باشند این طریق کاشف از نظر معصوم هست یا نیست؟ نیست. فرضاً 100 نفر هستن، تمامی 100 نفر رو من به اسم و فامیلی و پدرشون کیه همه رو میشناسم. دقت کردید؟ باید برخی افراد مجهول باشن ولی نظرشون همین نظره که ما احتمال بدیم که همون شخص مجهول امام علیه الصلاة و علیه السلام می بوده باشد. خب یه تذکر یادداشت بفرمایید. از علمای متقدم مرحوم شیخ مفید در کتاب اوائل المقالات سید مرتضی در الذریعه ابوالصلاح حلبی در کافی محقق اول در معتبر از طرفداران این طریقه هستند. طریق الحس. بله؟ پس اولین روشی که ما به واسطه او، یعنی به واسطه اجماع می توانیم کشف بکنیم قول امام را، طریق الحس می باشد که منظور از طریق الحس همین که توضیح دادیم. طریق دوم طریق حدس است. مجتهد با تحصیل اجماع علما در یک مسئله حدس میزند که رأی معصوم هم همین نظر مجمعین است. انشاءالله الان بعد از چند دقیقه فرق بین حس و حدس رو عرض میکنیم. بله؟ میبینی که همه علما در یک مسئله حکم واحدی بیان کردن، حکم مخالفی وجود ندارد. از این اتفاق حدس میزند که بس نظر امام هم همین است. ادامه بدین. از آنجایی که به طور معمول مشاهده می شود فقها در بسیاری از مسائل و احکام شرعی اختلاف نظر دارند
حال اگر در یک مسئله ای با هم اجماع دارند، به مقتضای عادت حدس میزند به این که نظر امام هم همین است. بله، میگه نگاه میکند که مثلا در باب وضو یا در صلات، مسائل مربوط به نماز، در یک مسئله چندین فتوا وجود داره، یا در باب غسل آیا همه اقسال مکفی از وضوء، هم از واجب و مستحب، یا فقط اقسال واجب مکفی از وضوء می بوده باشد. حالا اقسال واجب همشون یا فقط غسل جنابت؟ چندین نظر وجود داره. یه عده میگن فقط غسل جنابت مکفی از وضوءه، یه عده میگن نه، تمام اقسال واجبه مکفی از وضوءه، اما اقسال مستحبه مکفی نیست. اما یکی هم پیدا میشه مثل مرحوم آقای خویی و برخی از متأخرین، میگه آقا کل اقسال مشروع، بله، کل اقسال که غسلی که شرعی بودنش ثابت شده باشه این مکفی از وضوست، میخواد واجب باشه یا مستحب باشه. لذا بعضی رو میبینید سریعا فتوا دادن که غسل جمعه مکفی از وضوست. خب در یک مسئله که حل الغسل کفایت از وضو میکند یا نمیکند، این همه اختلاف فتواست، ولی تو یک مسئله آدم میرسه بل اتفاق یک نظر داره. از این اتفاق نظر در این مسئله به خصوص، ولی حتی یک نفر مخالف نیست، حدس میزند که یه ملازمه عادی برقرار میکنه. میگه وقتی فقها نظرش اینه، پس امام زمان سلام الله علیه که امام الفقها هست، پس نظرش همین می بوده باشه. از کردم فرق بین حس و حدس الان عرض میکنیم. در قسم اول طرف حس میکرد که امام در میان مجمعینه، اما اینجا میگیم حدس میزند که نظر امام این باشه ولو در میان مجمعین نباشد. واقع دیگه تغییر نمیکنه، حالا چه حدثی باشه چه حسی باشه. چرا؟ حس میگیم امام هم جزء مجمعینه، حس میکنه، ولی خب حالا خب برش واقعی نشده، یعنی حقیقت مثل چیز روشن نشده. چون میگه اگه امام نظرش غیر از این بود خیلی خوب، نتیجه هر دو یکیه، نتیجه هر دو یکی که اجماع کاشف از چیه؟ رأی معصومه. یه وقت شما از یه طریق میرسی به نظر امام میشه حسی، یکی گاهی اوقات نه، از کانال حس نمیرسی، از مسیر حدس میرسی. مثلا شما بلا تشبیه میگه شما میخوای یک لقمه غذا بخورید، یه وقت از جلوی دهن میذاری، میگه لقمه رفت تو دهنم، یکی از پشت سر میاد لقمه رو میذاری. هر دو صورت مقصد یکیه، کشف رأی معصومه. موقع از چه طریقی شما به نظر معصوم رسیدید؟ بعضی بزرگان میگه ما از طریق حس، بعضی فعلا در مقام چی نیستیم، یا کدام طریق درسته کدام درست نیست و کدام اقوا از طریقهای دیگر می باشد. خب قائلین به این طریق مثل مرحوم شیخ انصاری، میرزای قومی صاحب قوانین، حاج آقا رضای همدانی در برخی از آثار خود،
و مرحوم شیخ محمد حسین ورامینی یا شیخ محمد حسین اصفهانی میگم، صاحب الفصول رضوان الله تعالی علیه، این طریق حدس را به اکثر محققان نسبت داده است. ویژگی های این طریق حدس: یک، لازم است دیدگاه همه علما در همه دوره ها در این مسئله یکی باشد. چرا؟ تا نسبت به رأی امام حدس قطعی پیدا بشه. این و الا اگه همه دوره ها رو تحصیل نکرده باشه، این حدس ظنیه و حدس ظنی حجت نمی باشد. حدس باید حدس قطعی باشه. کی حدس قطعیه؟ بله، نظر همه علما در همه دوره ها به دست آورده. میگه از زمان شیخ مفید رو من رفتم بررسی کردم الی زمان هذا. البته شما اینجا میتونید قول وارد کنید، شاید بعضی از فقها بودن که الان فتاواشون در اختیار ما نیست. شما میگید نه، ما به ایدینا این اقوال فقها که در اختیار ما هست، از زمان شیخ مفید تا الان نسبت به این مسئله بخصوص یک حکم بیشتر نداره. پس اگر کسی تحصیل آرای همه بزرگان را کرده باشد، میتواند حدس بفرمایید قطعی بزند. و الا اگر نه نظر مخالف بوده. شما از زمان شیخ مفید شروع کرد تا الان دیدید در این مسئله بخصوص دو تا دیدگاه وجود داره. اینجا دیگه نمیتونید حدس بزنید، حدس قطعی بزنید به نظر امام. چرا؟ لعل نظر امام در همون نگاه دوم که مخالف نگاه اول است باشد. این ویژگی اول. ویژگی دوم: در این طریق وجود و عدم وجود افراد مجهول النسب اعتباری ندارد، برخلاف طریق حس. در طریق حس گفتیم یک سری افراد با چه باشن؟ مجهول نسب باشن که لعل همون مجهول نسب بفرمایید امام باشه. خب چون اگر امام شناخته شده باشه از دیگه نیازی به اجماع ما نداریم. ما میخوایم از طریق اجماع برسیم به نظر امام. پس در طریق حس برخی مجمعین باید مجهول النسب باشن، اما در این طریق لازم نیست. 3. مخالفت گروهی از علما که تخصص در فقه دارند ضرر به این اجماع میزند. چرا ضرر میزنه؟ چون لعل نظر امام در ضمن نظر همین مخالف بوده باشه. اما اون تذکری که دادیم، فرق بین حس و حدس، طریق الحس، طریق الحدس، فرقشان این است که حس به معنای شناخت و درک چیزی به کمک
یکی از حواس پنجگانه. بله، یکی از حواس پنجگانه. خب اما حدس یعنی پی بردن به مطلبی به صورت ناگهانی و آنی که نوعی الهام به حساب بیاید. شما گاهی ها توی جلساتی جایی شرکت میکنید، یه سری افراد نه داشت صحبت، یک مرتبه به ذهنم خطور کرد، بله، این صحبت پایانش به تشنج کشیده میشه. دقت کردید؟ یک لحظه به ذهنم خطور کرده. ما چه عرض میکنم؟ اصلا طریق حدس را کار به اون ختم حواس پنجگانه ظاهری انسان نداره. به بار دیگر حس رسیدنه، لمس کردنه. دقت کردید؟ اما حدس بفرمایید یک لحظه به ذهن انسان چیزی خطور کردنه. کس کردم اینا میگن یک نوع الهام. پس فرق بین حس و حدس. طریق سوم طریق تقریر است. طریق تقریر عبارت از کشف رأی معصوم از طریق تحقق اجماع در محضر معصوم با این دو خودیت و سکوت معصوم و عدم منع معصوم. درست شد؟ یا میگم اجماع تقریری. اجماع تقریری. ویژگی های این طریق: معصوم علیه السلام از انعقاد اجماع آگاهی داشته و مانعی برای اظهار نظر وی وجود نداشته باشه. این گاهی اوقات در محضر امام اظهار نظر می شدن، اما فضای تقیه بود. امام نمیتونست نظر مخالف خودش رو بیان بکنه. نه این اجماع ارزشی نداره. فرض این که نه در محضر امام علیه السلام بود، بله، فضای تقیه نبود. یعنی اگر نظر امام غیر از نظر مجمعین بود حتما بیان میکرده. این یک شرط. دو، در این طریق اتفاق الکل موضوعیت ندارد، بلکه اگر چند نفر هم نزد امام حکم را بیان کنند و امام سکوت کند، حکم اتفاق بفرمایید کلو داره. به جای اینکه 100 نفر محضر امام باشن حکمی را بیان کنن، امام سکوت کنه، ما از سکوت امام رضایت امام را به دست میاریم. حالا به جای 100 نفر 20 نفر بودن، یک مسئله بیان شد، این 20 نفر نظرشون این بود.
امام با اینکه میتونست اگر نظر مخالف داشت بیان بکنه، نظر مخالف رو بیان نکرده. حالا این 20 نفر بعدم بیان ادعا بکنن، ادعایشون اشکالی نداره. چرا؟ چون کاشف از رأی معصوم می بوده باشد. سلام استاد راشد. بفرمایید. اطلاق اجماع برای این مسامحه هست دیگه؟ نه، ما اجماع را لازم در اون مبناها اسکتیم. اگر ما اجماع رو از اجماع تقریری بدانیم، دقت کردیم؟ لازم اجماع اتفاق کل بوده باشه. هدف از اجماع چیه؟ کشف رأی معصوم می باشد. فرضاً که اینا در محضر امام بودن، این 20 نفر به یک نظر رسیدن که حکم شرعی اینه، امامم در محضرش سکوت کرد و میتونست اگر مخالف است این حکم نظر خودش رو بیان بکنه. خب این کشف حاصل شد دیگه، چون هدف از اجماع چیه؟ بله؟ از کردم اون رأی اونا دیگه ارزش نداره. اون هم ادعا کنه که امام معصوم همین چیز، اون میشه تعارض اجماعین. فرض اینه که ما در یک زمان ادعا اجماع کردن، دیگه اجماعی مخالفینا وجود نداره و این اصلا امکان نداره 2 نفر بیان 2 تا ادعا اجماع در یک عصر، بله، اینا بگن نظر امام این بوده ما در منظرش، اونا بگن، مگر اینکه یکی از این اجماع شرایط برای بیان حکم الله واقعی نبوده است و الا معنی نداره امام بتونه نظرشو بگه، شرایط هم شرایط تقیه نباشه، امام بیاد 2 تا حکم مخالف بگه. بله، چون وظیفه امام بیان حکم الله چیه؟ واقعی می بوده باشد. پس بنابراین 2 تا اجماع مخالف اصلا امکان ندارد، یعنی همه این شرایط اجماع رو بگیم دارا باشه. ولی همین اجماع متعارض در کتاب رساله به اشاره شده. مثلا یک علما میاد مثلا میگه تمام علما اجماعیه، بعد یک جای دیگه میگه نه مخالف همون ادعایی که قبل کرده. از میکنم کدام روش، تقریری یا غیر تقریری؟ حالا همین فکر اجماع منقول باشه. نه، ما کار به اجماع محصل و منقول نداریم. ما میخوایم از طریق اتفاق میفته. مثلا ببین بعید هم نیست که مثلا اتفاق نیفته. از میکنم که ما میخوایم بگیم الان اجماع از کانال طریق تقریر. ما میگه اگر مبنای ما، بله، کشف از رضایت معصوم باشد از طریق تقریر، یعنی یه عده مجمعین میگه ما رفتیم از پیش امام اینجور بحث کردیم، حکم مسئله این گفتیم، امام هیچ نظر مخالفی نداد. گروه دوم بگه همین مسئله رو پیش امام صادق ما مطرح کردیم، حکم مسئله این بود، امام هیچ نبود. یعنی 2 تا حکم مخالف در محضر امام و شرایط هم شرایط تقیه نباشد. اصلا چنین چیزی امکان نداره. استجیروا بالله، این که امام داره برای یک موضوع واحد 2 تا حکم مخالف بیان بکنه. میخوام بگیم که در اجماع تقریری، یعنی در محضر امام مسئله مطرح کردن، خدمت شما عرض کنم که اتفاق الکل لازم نیست. بعد یک تذکری یادداشت بفرمایید. این چنین اجماعی در عصر حضور ممکن است، بله، نه در عصر غیبت. این هم طریق چندم. سلام علیکم. ببخشید قبل از این وارد اجماع جدید، در بین این اجماع تقریری و خود تقریر معصوم چه فرقی شد است؟ بله، در میانه خب این بحث روی ادعای اجماع نیست، دقت فرمودید. اون خود تقریر معصوم میشه سنت
ما در اجماع تقریری میخوایم از کانال اجماع بله تقریر معصوم و رضایت معصوم رو کشف کنیم. مدرسو از میکنم شما گاهی اوقات میگه خود سنت داریم، روایت میگه مرحوم کلینی نقل میکند از بزنطی که میگوید من در محضر امام صادق این کار اینجوری وضو گرفتم، امام سکوت کرد. این میشه خبر. اینا فرمودید؟ اما الان مدعیان اجماع دارن تقریر امام را حکایت میکنن، تقریر امام را حکایت میکنن. پس اون از کانال خبر ما میرسیم به تقریر امام. تقریره، اما از چه کانالی ما به تقریر میرسیم؟ یکی از راه سنت میرسیم، یکی از راه اجماع میرسیم. اما طریق چهارم نسبت به خدمت این طریق سوم، اینجوری که من گشتم، فقط مرحوم محقق تستری یا همون ششتری قائل به این طریقه. اما چهارمین طریق اجماع تشرفی است. اجماع تشرفی است. مثلا نه قاعده لطف پنجمی الان میخوایم بکنیم. خدمت طریق چیه؟ اجماع تشرفی، به این معنا که شخصی مشرف به محضر امام علیه السلام بشود، مثلا در عصر غیبت کسی مشرف به محضر امام بشود، حکم مسئله ای را از امام بپرسد، آنگاه بیاید ادعای اجماع کند. ادعای اجماع کند. هدفش هم این است که تشرف خود را علنی نکند. بعضی ها مثلا میگن برخی از ادعا اجماعی که مرحوم مقدس اردبیلی و امثال دارد شاید از نوع همین اجماع تشرفی باشد. مرحوم آخوند رحمت الله علیه میفرماید که این اجماع موهون است. موهون و ضعیفه. بله واقعا آدم بگیم که طرف تشرف پیدا کرد یا تشرف پیدا نکرده باشد، آدم بخواد با خدمتتون از کنم که یک مسئله یک طرف تشرف پیدا کرد و نمیخواد مثلا تشرف خودش رو هم اظهار نظر بکنه، این اجماع برای دیگران نمیتواند کاشف از رأی معصوم باشد. لذا این اجماع تشرفی رو خیلی اصلا ذکر نمیکنه جزء طریق. همون 4 طریق معروف رو میگن: حس، حدس، تقریر. دقت کردید؟ خب طریق دیگر که محل بحث و معرکت الاراست، طریق قاعده لطف است. قاعده لطف است. خب اینجا لازم است که قبل از اینکه قاعده لطف را و طریق لطف را بیان کنیم، لازم است که خود قاعده لطف را
تعریف کنیم. خود قاعده لطف را تعریف کنیم. مشهورترین تعریفی که برای قاعده لطف بیان شده است عبارت از این معناست: لطف عبارت است که از هر آنچه که عبد را به طاعت نزدیک و از معصیت دور کند، ولکن به حدی که به اجبار منتهی نشود و مکلف را از حال اختیار خارج بفرمایید نکند. کل ما یقرب العبد الی الطاعه و یبعده عن المعصیه، هر آنچه که عبد را به طاعت نزدیک کند و او را از معصیت دور کنه. منتها این رفتن به سمت طاعت اجباری و اکراهی نباشد، چنانچه دور شدن از معصیت هم به حد الزام و اجبار بفرمایید نباشه، بلکه به تعبیر دیگه فراهم کردن زمینه هاست که طرف اینها رو میبینه به سمت طاعت کشیده میشه، معصیت رو ببینه و آثار معصیت رو بدونه، از معصیت اجتناب بکنه. کل ما، یعنی اون بسترها و زمینه هایی که خدا فراهم میکند. بله، بعضی از این بسترها و زمینه ها یقرب العبد الی الطاعه، برخی از اون بسترها و زمینه ها یبعده عن المعصیه، منتها کار به الزام و اجبار نمیرسد. این خدمتتون عرض کنم که معنای قاعده لطف. اما توضیح مطلب که ما چطور از طریق اجماع، از طریق اجماع و قاعده لطف نظر امام علیه السلام رو کشف بکنیم. پس عنوان بنویسید: رابطه بین قاعده لطف و اجماع. البته همونطور گفتیم اجماع از منظر امامیه ها، یعنی کشف از رأی معصوم. چه رابطه ایست بین قاعده لطف و اجماع؟ خب یه نکته هم تذکر داشت بکنید. لطف از مسائل علم چیه؟ کلامه. دقت کردید؟ قاعده لطف از مسائل علم کلامه. حالا ما انشاءالله در جلسه آینده رابطه بین قاعده لطف و اجماع رو بیان میکنیم. افرادی مثل شیخ طوسی میفرمایند تنها راه کشف نظر امام از اجماع فقط به واسطه همین قاعده لطفه. اگر ما قاعده لطف را بذاریم کنار، باید اجماع رو ببوسیم بذاریم کنار. دیگه اجماع جزء منابع استنباط حکم شرعی نمی شود. راست شده؟ خب میگه اگر ما به واسطه قاعده لطف از اجماع کشف نظر
معصوم میکنیم. خب اگر قاعده لطف را بردارید اجماع از ارزش میفته. خب پس قاعده لطف خیلی مهمه. بفرمایید قاعده لطف رو در کدام علم باید بیاموزیم؟ علم کلام. اگر شما از علم کلام اطلاعی نداشته باشید از قاعده لطف اطلاعی ندارید و اگر قاعده لطف را ندارید از اجماع نظر معصوم رو کشف نمی کنید. ما امروز فقط آمدیم قاعده لطف رو تعریف کردیم. حالا فردا انشاءالله میخوایم این ملازمه بین قاعده لطف و کاشفیت اجماع رو انشاءالله ثابت بکنیم. بعد ببینیم آیا میان این 4 یا 5 طریقی گفتیم کدام طریق مهمتره و قابل قبول می باشد. انشاءالله هفته آینده به شرط حیات سلامت تقدیم دوستان خواهیم بود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد.